خود آنجلو گابریل توپو داد سمت راست بوشن یه گل رویایی دیگه امیدوارم سکته نکنم فقط با این هیجانی که الان دارم من. 4-1 به نفع النصر. چه برگردونی زد، چه قوقایی به پا کرد رونالدو. یه گل گریه درار از CR7 ما رو برد به اون دوران قدیم خودش. 4-1 به نفع النصر. دیگه اون خامه روی کیک و کاملا ریخ روی این پیروزی. این سانت انجام شد، استثنایی بود برگردونش. همون بهتر که گل خورد دروازه‌بان تیم الخلیج. حیف میکرد اگه توپ رو گرفته بود. این برگردون تماشایی